باورها و هیجان‌هایی که ما انسان‌ها داریم می‌تواند بر روی گروه‌ها، اشیا و حتی زندگی ما اثر گذارد. این اثرگذاری گاهی مثبت و گاهی منفی است که آن را نگرش می‌خوانیم. با هم به سخنرانی دکتر علیرضا یوسفی گوش فرا می‌دهیم. با عرض سلام خدمت شما عزیزان و بزرگواران. زمانی که چیزی رو می‌بینیم و راجع به اون چیز فکر میکنیم میشه بینش، یعنی چشم و اندیشه ما. اما زمانی که آنچه را که میبینیم و فکر میکنیم و راجع به اون اقدام میکنیم میشه نگرش. نگرش فرزند بینشه. نگرش زیربنای ماست. نگرش ها آن بینش هایی است که از گذشته داشتیم، آن بینش ها و تجربیاتی است که از گذشته بابا بوده و بر اساس آن بینش و تجربیاتی که گذشته داشتیم و بابا بوده میخواهیم آینده خودمون رو بسازیم. نگرش مبنای هر کسب و کاری است. نگرش در واقع آن چیزی است که میبینیم، آن چیزی است که فکر میکنیم و آن چیزی که اقدام بهش میکنیم. برای همینم هست که نگرش زیربنای مدیریت مدیرانه که در آکادمی توسعه مدیریت بامداد برای مدیران عالی بهترین نگرش ها رو تدریس میکنیم و مشاوره میدیم که چگونه تغییر پیدا بکنن. پس در یک کلام، نگرش همیشه بدانیم سابقه و تجربه هر چیزی میتونه در ذهن ما اثر بگذاره، حالا این اثرات مثبت یا منفی که گذاشته میشه. پس اثر بخشی اون سابقه و تجربه رو در محیط کسب و کار خود اعمال میکنیم. پس در واقع نگرش به دو حالت گذشته و نیز تجربه ما در آینده بستگی داره. یک کتابی است The Power of Positive Attitude. در این کتاب میگه نگرش های ما اون بینش هایی است که ما داریم از گذشته که عملکرد ما رو در حال ترسیم میکنه و در آینده کسب و کار ما اثر میگذاره. موفق باشید.